مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در بین همگی 9 ساعت از شام 28 فوریه تا شب 1 مارس سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در شهر توز، قبادیان و ایسار 3 نفر از جمله یک کودک 2 ساله به هلاکت رسیدند. شام 28 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 17:45 راننده افت تمغه اوپل استرا فیض‌الله زاده بختیار سال تولدش 1991 ساکن نویه شهر توز هنگام در حوله خانه استقامتیش به قفا حرکت کردند. در همین حالت خرسال جورزاده منصور سال تولدش 2021 ساکن همان جا را پخش نموده است. در نتیجه خرسال جورزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین شب 1 مارس سال 2023 ساعت 9:10 راننده افت تمغه خونده استاریکس المونوف عبدالکریم سال تولدش 1962 ساکن نویه قبادیان هنگام در حدود دیهشان حرکت کردن به خطری حرکت را تامین کردن نتوانسته دیوان قلوف حسن سال تولدش 1978 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دیوان قلوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. و نیز شب 1 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 02:00 راننده افت تمغه خونده صنعت فیضعلی رجب سال تولدش 1992 ساکن شهر ترسونزاده هنگام در روی اتومبیلگرد حدود شهر ایسار حرکت کردن از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به اتومبیل تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده غیاث حبیب الله سال تولدش 1987 ساکن شهر ایسار برخورده است. در نتیجه مسافر اتومبیل تمغه مرسدس بنز نظرالله افساربان سال تولدش 1992 ساکن همان جا جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیدند.